مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم میگه که منم دالشونی رو آقای گلزار جابجا کرد. مخاطبین از رسانه پشت پرده سلام، من امین فردی خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امروز قصد داریم که راجع به اتفاقات پشت پرده یکی از پرحاشیه ترین و محبوب ترین مجریای صدا و سیما ایران یعنی عادل فردوسی‌پور با شما صحبت بکنیم که این روزها خبرهای عجیب و غریبی به گوش میرسه و یه میگن که عادل فردوسی‌پور قراره که از کشور خارج بشه. آیا میخواد مهاجرت بکنه؟ آیا سرنوشتی همچون مزدک میرزایی خواهد داشت؟ هرچند یه مدت هم حاشیه شده بود که آره عادل فردوسی‌پور هم داره میره به شبکه‌های ماهواره‌ای میپیونده. عادل فردوسی‌پوری که متولد 11 مهر 1353 هستش و تازه همین چند روز پیش تولد 46 سالگیش رو جشن گرفت، تولدی که علی کریمی هم در اون حضور داشت. اما توی این مملکت ایران اگر عادل فردوسی‌پور هم باشی بالاخره کم میاری. قانون شمشیر عدالته، اما مردم امینشون رو خودشون انتخاب میکنن. آدما واسه گرفتن حقشون سراغ قانون میرن، اما وقتی میخوان توی ماجرا حق و ناحق رو بفهمن چشم به یه دهان، یه امین و یه عادل دارن. عادلی که نه زور نظرش رو عوض کنه نه زیر بار حرف خم بشه. انقدر فشار میارن روتون و انقدر حاشیه‌های عجیب و غریب براتون ایجاد میکنن که شما هم مثل عادل فردوسی‌پور یک ویدیو چند روز پیش منتشر کرده بود بالاخره روزه سکوت خودتون رو میشکنید و بعد از 1 سال و 7-8 ماه راجع به سری از اتفاقات صحبت میکنیم. اما میخوایم بررسی کنیم که چرا عادل فردوسی‌پور اینقدر آدم مهمی بوده برای صدا و سیما و چی شد که اصلا گذاشتنش کنار، چه اتفاقات پشت پرده ای افتاد و قراره چه اتفاقاتی بیفته و این روزا هم خبر لغو مجوزهای عادل فردوسی‌پور برای برنامه‌های اینترنتی هم شنیده میشه. همه رو با هم دیگه بررسی میکنیم. به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و علاقه‌مندان به برنامه‌های ورزشی. همونطور که خدمتتون وعده کرده بودیم از این به بعد شنبه شب‌ها به طور مستقیم با مرور رقابت‌های جام آزادگان یا رقابت‌هایی که تیم‌های ورزشی کشورمون در رشته فوتبال در اون حضور داشتن در خدمتتون خواهیم بود. عادل فردوسی‌پور شخصیت پرنفوذ و قدرتمندی در ایرانه به دلیل میزان محبوبیت عجیب و غریبش که اصلا گفتن نداره. من بخوام بگم به خاطر اجرای برنامه 90 و سبک خاص اجراش تا حدی این محبوبیت بیشتر بوده که مجله نیوزیک در سال 2009 یعنی هولوش 10-11 سال پیش که حتی اون موقع اونقدر هم اندازه محبوبیت نداشت او رو به عنوان یکی از 20 فرد قدرتمند ایران انتخاب کرده. یعنی عادل فردوسی‌پور به عنوان یکی از 20 نفر قدرتمند ایران از دید مجلات بین‌المللی انتخاب میشه. در سال 2011 یعنی اون سالهایی که آنچنان تلفن و پیامک به اندازه الان شدت نداشت در برنامه‌های خودش بیش از 2 میلیون پیامک دریافت میکرد. خب این نشون میداد که استقبال وحشتناک و بیننده‌های عجیب و غریبی عادل فردوسی‌پور داشته و این محبوبیت رو متاسفانه بر نمیتابه صدا و سیما و افرادی که تصمیم گیر هستن. ما در طول سالهای گذشته هم دیدیم دیگه، یعنی هر مجری که محبوب بوده مشهور بوده اونقدر فشار آوردن روش که مجبور شده کشور رو ترک بکنه. میتونیم حتی به سید محمد حسینی هم اشاره بکنیم که یک اپوزیسیونی به اسم ریستارت اومد خارج از کشور راه انداخت، اما زمانی که تو ایران بود یک مجری فوق‌العاده قوی و قدرتمند بود و هر برنامه‌ای که اجرا می‌کرد جزء برنامه‌های پربیننده بود، اما اونقدر فشار آوردن روش که بالاخره کشور رو ترک کرد. و حتی همین مزدک میرزایی که الان در حال حاضر پیوسته به یکی از این شبکه‌های تلویزیونی در نوع خودش سبک گزارشگریش خاص بود، عادل فردوسی‌پور هم همین بلا سرش آوردن. و جالبه که در سال 97 توی جشنواره جام جم در حالی که برنامه‌اش به عنوان برترین برنامه جشنواره جام جم انتخاب شده بود، یه زمزمه‌ای هم در خصوص انتخاب برترین برنامه تلویزیونی مجری هم بود که گفتن تقلب صورت گرفته. اون شرکتی که پیامک‌ها رو دریافت می‌کرده زد و بند داشته با صدا و سیما و آرای عادل فردوسی‌پور آورده پایین برای اینکه عادل فردوسی‌پور به عنوان برترین مجری انتخاب نشه. و اون موقع هم اگه یادتون باشه عادل فردوسی‌پور رفت پشت میکروفون و حسابی شست علی فروغی رو گذاشت کنار، دقیقاً همون موقعی که محمد رضا گلزار یک برنامه اسم برنده باش اجرا می‌کرد، رفت پشت میکروفون حسابی تخم مالی کرد، عادل فردوسی‌پور زد همه رو ترکوند. خیلی خوشحالم که
امسال در سخت‌ترین سال کاریم 2 جایزه گرفتم از هیئت داوران که اسامیشون دیدید، برنامه ترکیبی، همشون خاک خورده صحنه، فرزندان تلویزیون و این با مایه مباهات واسه من از همچین هیئت داوری به عنوان بهترین برنامه من جایزه گرفتم. اما درست در اسفند سال 97 3 ساعت قبل از اینکه برنامه 90 شروع بشه مجوز پخش نگرفت و علی فروغی اعلام کرد که عادل فردوسی‌پور دیگه نمیتونه برنامه 90 رو اجرا بکنه و پلتفرم جدید قراره که این اتفاق بیفته. اما خب ببینید داستان عادل فردوسی‌پور خیلی روک بهتون بگم، شاید هیچ وقت هیچ رسانه‌ای اینو نگفته. یه سری اتفاقات سیاسی پشت پرده افتاده بود زمانی که عادل فردوسی‌پور سال 1394 مصاحبه رو با ظریف انجام داد و یک مصاحبه عملاً غیر ورزشی بود. یه عده برنتابید. ماجرای مصاحبه فردوسی‌پور با وزیر خارجه که این روزها حسابی در فضای رسانه‌ای و سیاسی کشور هم بهش دامن زده شده، در حالی که برخی مدعی شدن با وجود دعوت سازمان صدا و سیما از آقای ظریف این مصاحبه پخش نشده. روابط عمومی رسانه ملی در اطلاعیه اعلام کرده برای مصاحبه با وزیر خارجه هیچ درخواستی از طرف شبکه 3 سیما ارسال نشده و مجری برنامه شخصا و بدون اطلاع و هماهنگی با مدیران سازمان این مصاحبه را انجام داده. پیگیری برای در واقع ضبط این برنامه صرفا توسط آقای فردوسی‌پور به صورت تلفنی و پیامکی بوده، یعنی ایشون از اواخر ماه مبارک رمضان در واقع درخواست این ضبط این برنامه رو داشتن که برای آذر این قضیه اتفاق میفته و این گفتگو در این سطح میدونی که حتما بایستی با هماهنگی با شبکه باشه. این مرسوم همه رسانه هستش که امکان پذیر نیست بدون هماهنگی و اطلاع یک گفتگو رو انجام داشت و انتظار داشت که پخش بشه این رویه. عرض بکنم که صرفا مشمول برنامه 90 نمیشه، یعنی اگر در آینده همچین موضوعی پیش بیاد رسانه طبق ضوابط خودش عمل میکنه. نعمتی این رو هم گفت که برنامه 90 یک برنامه صرفاً ورزشی و برای پاسخگویی به مطالبات فوتبالیه و هر برنامه‌ای برای پرداختن به موضوعات خارج از اهداف و مأموریت‌های خود باید از مدیران مربوطه مجوز بگیره. نعمتی انارکی درباره انعکاس نظرات و دیدگاه‌های مسئولان وزارت خارجه در رسانه ملی هم اینطور توضیح داد. رسانه فرصت بسیاری یا در اختیار سیاسیون و علاوه خصوص وزارت امور خارجه در ارتباط با موضوعات خارجی سیاست خارجی داده، از جمله موضوع مذاکرات هستی و فرصت داده شده ساعت‌ها هزاران دقیقه و گفتگو کردن، مطالبشون رو بیان کردن و باز هم رسانه در اختیار اونها. به هر حال عادل فردوسی‌پور کسی بود که نماینده‌های مجلس رو میشست میذاشت کنار، استاندار میشست، نمیدونم فرماندار رو میتره خلاصه و دقیقاً به نحو احسن داشت از این قدرت رسانیش استفاده می‌کرد. اما داستان پشت پرده این هستش که یه سری از این نماینده‌های مجلس و آدم‌هایی که به جریان‌های قدرت وصل هستن با فشارهایی که آوردن علی فروغی آوردن سر کار و با یک برنامه‌ریزی چند ماهه و با سناریوهایی که داشتن از قبل هم طراحی کرده بودن. علی فروغی که موقعی که برنامه 90 اجرا می‌شد فکر کنم بچه بود، موقع خرید ببخشید من همیشه اینا رو میذارم دیگه کلا توی این ویدیو اجرا من پشه چجوری اومد روی بگذاریم. علی فروغی که موقعی که برنامه 90 اجرا میشد بچه بود و آوردن این سر کار، اونم خب مترسکه دیگه پشت پرده و از جایی که بعد تصمیم گیری صورت بگیره بهش گفتن که عادل فردوسی‌پور باید حذف بشه، تا جایی که حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفتش که من به عنوان کسی که نماینده مجلس بودم وقتی این قضیه رو پیگیری کردم جوابی که به نماینده مجلس دادن بهش که تنها جرم عادل فردوسی‌پور محبوبیتشه و اینها از محبوبیت عادل فردوسی‌پور میترسن و گفتن که نباید دخالت بکنید در خصوص عادل فردوسی‌پور. بریم صحبت آقای حشمت الله فلاحت پیشه رو بشنویم. مثلا یه موردش مورد عادل فردوسی‌پور که دلایل ما قرار شد که یه پیگیری کنیم. بنده وقتی مسئول توی کمیسیون امنیت ریاست داشتم هیچ امری رو که مربوط به جنبه عمومی باشه، جنبه عمومی داشته باشه پیگیر نمی‌شدم مگر اینکه دستگاه اطلاعاتی مربوط است یا دستگاه به هر حال مربوطه شد بپرسم که چیه قضیه. زمانی که از دستگاه مربوطه در مورد مثلا یکی از مجریای حالا میشه گفت فعال
حال و خوشنام صدا سیما پرسیدم، خیلی راحت به من گفتن خب تنها جرمش این بنده خدا تنها جرمش محبوبیتش، این همین جمله رو به من گفتن. بعد زمانی که بعد من زنگ زدم مثلا به مسئول مربوط صدا سیما و بهش گفتم آقا اینجوریه، بعد مثلا ایشون به راحتی من گفت که دخالت نکن شما، ما مثلا یه پروژه 8 ماهه‌ای ما به کار بردیم که مثلا این کار انجام بشه. این هم مواردی است که مهمه. من یه بارم تحت عنوان محبوب کشی یه توییتی زدم، این بده، محبوب کشی و منفور پروری یکی از آفات جامعه است. من یک کسی منفوره، ما خب اینو بخورد جامعهش میکنم، ولی کسی محبوبه بگیم خب این کاریزم هست به هر دلیلی، محبوبیت میشه یه جرم، من باید حتما بزنیم تو سرش. توجه کردی صحبتاش این تیکه آخرش رو گفتش که 8 ماه برنامه ریزی کرده بودن که عادل فردوسی پور رو بذارنش کنار و فیلش بکنن. کسی که این همه استعداد داره، سازمان این همه هزینه میکنه که برنامه‌اش پربیننده بشه، بعد خودشون معروف شد اونجا بنظمش به فرار بکنه بره خارج از کشور. و عادل فردوسی پور هم خیلی حرفه‌ای برخورد کرد، حتی تو این سالها هیچ وقت مصاحبه نکرد و هیچی نگفت تا اینکه در مراسم آنلاین فارغ التحصیلان دانشگاه شریف این مراسم آنلاین برگزار شده، یک جایزه‌ای رو دریافت کرد عادل فردوسی پور و اونجا به حال عادل فردوسی پور بغضش شکست دیگه، ولی خب با ادبیاتی تلخ حتی راجع به دانشجوهای خودش هم صحبت میکرد که میگفت آقا من هر کسی رو تو دانشگاه ازم میپرسید مهاجرت بکنید، من بهشون میگفتم مهاجرت نکنید، بمونید تو کشورتون خدمت بکنید. اما با این وضعیت، این بلایی که سر من آوردن، وای به حال اونا. به نظرم الان دیگه حرفش این بود دیگه، مهاجرت بکنن بهتر. بریم صحبت عادل فردوسی پور رو بشنویم. قبل از اینکه صحبتامو شروع کنم جا داره تسلیت بگم در گذشته استاد محمد رضا شجریان عزیز. میدونم هممون الان ناراحت هستیم از اتفاق بسیار تلخی که برای استاد شجریان رخ داد، ولی این مهر و محبتی که مردم نثار استاد شجریان کردن و میکنند و خواهند کرد نشون میده که به هر حال علیرغم تمام محدودیتایی که بودشون همیشه یه جایگاه مانا در قلب و دل تمام ایرانیان دارن. خیلی خوشحالم کرد تو روزهایی که به هر حال اتفاقات خیلی خوبی واسه من رخ نمیداد، این اتفاق گرفتن جایزه از سوتا و دانشگاه صنعتی شریف برای من خیلی ارزشمنده. یه نکته‌ای که حالا من دوست دارم بهش اشاره کنم، من همیشه سر کلاسام حالا بچه‌ای که حالا فکر کنم بچه‌های صنایعی که الان دارن میبینن یا بعداً میبینن میتونن بیان بعداً شهادت بدن. همیشه یه صحبتی که مطرح بود، یه فری دیسکاشن که من میذاشتم راجع به برین درین بود. به بچه‌ها میگفتم آقا خانم نرید مملکت رو ترک نکنید، بمونید اینجا مثل آقای جلیل خان و تمام دوستان که ایران رو گذاشتن رفتن و باعث افتخار ما هستن. شما ایران رو رها نکنید، مثل من و مثلا دکتر دورعلی و خانم نادری و اینا بمونید اینجا، تلاش کنید بجنگید که مملکتمون رو بسازیم. و همیشه یه دیبیت واقعا همیشگی بوده برای من. بهمن 97 که ترم جدید شروع شد من اینو مطرح کردم سر با بچه کلی جر و بحث آقا بمونید و فلان و واسه چی می‌خواید برید و حالا رفتید حداقل برگردید و نرید اونجا موندگار بشید و بمونید مملکت رو بسازید. در این صحبت‌ها اسفند 97 منو گذاشتن کنار به اون شکل عجیب و غریب و بدون هیچ توضیح، بدون هیچ واقعا دلیل موجه منو گذاشتن کنار و عید شد و فروردین اولین کلاس 14-15 فروردین بود. دوباره سر کلاس بچه‌ها گفتن استاد شما که میگفتید بمونید مملکت رو بسازید، شما که موندی 20 سال کار کردی، 20 چند سال کار کردی، 20 سال برنامه رو داشتی، چی شد الان حرفت چیه؟ و چیزی نداشتم بگم راستش. امیدوارم یه بستر فراهم بشه که همه کسایی که دوست دارن کشورشون و این میهنشون رو دوست دارن بتونن کار کنن، فعالیت کنن در حوزه‌ای که دوست دارند. و بازم من صمیمانه تشکر میکنم از همه عزیزانی که منو لایق گرفتن این جایزه دونستم. برام خیلی ارزشمنده، خیلی مایه مباهات من این جایزه‌ای که به من دادید و سعی میکنم در واقع تلاش کنم که نشون بدم شایستگی و لیاقت گرفتن این جایزه رو داشتم. بله، صحبت تلخ عادل فردوسی پور رو شنیدیم و آدم نمیدونه چی بگه. یعنی تو این سالها هر کاری صدا و سیما کرده برای کم کردن بیننده هاش کلا کم نذاشته
و کلا تونسته هر حرکتی رو انجام بده. حتی من جدیدن شنیدم که صدای مزدک میرزایی هم در حال حاضر در صدا و سیما ایران سانسوره، یعنی اجازه ندارن صدای مزدک میرزایی رو پخش بکنن چون رفته به شبکه ماهواره پیوسته. از اون طرف خب عادل فردوسی پور دنبال یک برنامه جایگزین برای برنامه 90 میگشت تا اینکه برنامه 99 رو تصمیم گرفت در 15 قسمت که مخصوص بازی‌های لیگ برتره با همکاری فیلمو و سایر شبکه‌های مجازی و اینترنتی داره مجوز ببره جلو. دیروز اعلام کردن که ساترا که میشه سازمان تنظیم مقررات رسانه‌ای صوت و تصویر فراگیر که مخففش میشه ساترا، اعلام کرده که آقای فردوسی پور مجوز نگرفته و برنامهش مجوز ندادن به اسم 99. از اون طرف وقتی این خبر اومد بیرون طوفانی از حاشیه اتفاق افتاد، خبرها اومد اون یعنی چی دکتر برنامه اینترنتی ایجاد می‌کنه دیگه چتونه ما بذار بره خارج از کشور. و حتی آقای محمد جواد شکوری که یه سمتی هم توی فیلمو داره گفته که به ساترا ارتباطی نداشته که بخواد مجوز بده، ولی خب به ما گفتن که صدور مجوزش صورت نگرفته. از اون طرف وقتی این همه اتفاقات حاشیه صورت گرفت، ساترا آمد گفتش که ما نگفتیم مجوز ندادیم، ما گفتیم که هنوز استعلامات امنیتی و نظامی و حقوقی برنامه 99 هنوز برای ما ارسال نشده که ما بهش مجوز بدیم. و اینجوری قشنگ گردنگیرشون که قبلا ضعیف بود هیچی، ماسمالیشون هم قوی کردن و اضافه کردن به بخش گردنگیریشون که گردن نگیرن این اخبار رو و گفتن که حالا باید وایسید دیگه، یعنی وعده سر خرمن و فرستادن رسانه ها به دنبال نخود سیاه و بگن حالا صبر بکنید دیگه. داستان از این قرار رو که بوسکنده بهتون میگم. عادل فردوسی پور محبوبه و اینها از محبوبیت عادل فردوسی پور میترسن و میگن این پس برای اونها انقلاب بکنن، اینجوری بره جلو. یعنی اینجوری هم فکر بکنن دیگه اونایی که دارن تصمیم گیری میکنن. ولی خب اون چیزی که مشخصه در طول این سالها هیچ وقت از محبوبیت عادل فردوسی پور کم نشده. حالا دشمن هم زیاد داشته، شیطنتایی هم صورت گرفته، امیدوارم که به حال مجوز صادر بشه. اونجوری که حالا ساترا که مقدار شل کرده، حالا شاید مجوز بدن و بزنن برای 99 بره روی آنتن که نه روی فضای اینترنت. و حالا بعد ببینیم که کی این اتفاق میفته. میخوان یه مقدار حالا صفر بگیرم، میگن حواست باشه اینجا مجوزی تو لغو میکنن اگه دست هست با خطا بکنم. سیستمی هستش که داره اتفاق میفته. در صورت مرسی که تا این لحظه با رسانه پشت پرده همراه بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون که تا این لحظه با ما همراه. مرسی.